سلام به همه رفقای پر انرژی مجموعه پادکست موتیواشو. امیدوارم حالتون عالی باشه و مثل همیشه آماده رشد و تغییر باشید. همونطور که میدونید توی فصل دوم مجموعه پادکست موتیواشو داریم سراغ کتاب‌های بزرگی میریم که زندگی میلیون‌ها نفر رو عوض کردن. توی اپیزود اول رفتیم سراغ کتاب اصل‌گرایی و یاد گرفتیم که چطور به جای بیشتر داشتن روی کمتر ولی بهتر تمرکز کنیم. توی اپیزود دوم رفتیم سراغ کتاب اثر مرکب و با دارن هاردی فهمیدیم که موفقیت‌های بزرگ از عادت‌های کوچیک و مداوم ساخته میشن. اگر 2 اپیزود قبلی رو گوش ندادی بهت پیشنهاد میکنم حتما بهشون یه سر بزنی و گوش بدی. شاید تشویق شدی و اصل کتاب رو مطالعه کردی. مجموعه پادکست ما فصل اولش رو توی 11 اپیزود منتشر کرده بود و اگر اونا رو هنوز گوش ندادی میتونی از طریق چنل تلگرام و یا چنل یوتیوبمون با آیدی @موتیواشو دنبال کنی. و حالا توی اپیزود سوم قراره بریم سراغ یه کتابی که به نظرم خیلی عاشقشن از جمله خود من. کتاب باشگاه 5 صبحی‌ها اثر رابین شارما. اول از همه میخوام یه سوالی ازت بپرسم. شما صبح کی بیدار میشی معمولاً؟ ساعت 7، 8، اونم با زور کلی آلارم و 10 بار اسنوز کردن و دوباره هی مجدد پخش شدن آلارم؟ شاید هم از اونایی هستی که دوست داری همیشه بخوابی تا ساعت 12 ظهر ولی از اون طرف تا ساعت 4 و 5 صبح بیداری و دائما توی اینستاگرام داری اسکرول میکنی. یا شاید هم نه، از اون دست کسایی باشی که قبل از طلوع خورشید از خواب بیدار میشی و حس میکنی که دنیا مال توه. جواب سوالم اول بهم بده. رابین شارما میگه که فرق آدمای معمولی و آدمای بزرگ توی همین ساعت هاست. 5 صبح وقتی که همه خوابن یه سکوت و آرامش خیلی خاصی هست. هیچ پیامی نیست، هیچ تماسی نیست، هیچ شلوغی نیست. اون لحظه ها لحظات طلایی هستن، لحظات ناب تو هستن که تو میتونی از تک تک اون ثانیه ها ازش برای ساختن آینده‌ات استفاده کنی. حالا اگر میگی چطوری؟ پس همراه من باش. زمانی که من شروع کردم به خوندن این کتاب، چیزی که خیلی من رو به خودش جذب کرد، این بود که این کتاب مثل یک رمان نوشته شده بود. شخصیت‌های این رمان یک آدم میلیاردر خیلی عجیب و مرموز بود و یک آدم هنرمند ناامید و یک آدم دیگه، یک شخصیت دیگه که یک کارآفرین خسته بود. میلیاردر اون شخصیتی که عجیب و مرموز بود میاد استاد اون 2 شخصیت دیگه میشه. بهشون راز موفقیتش رو یاد میده و بهشون میگه که چطور من تونستم میلیاردر بشم. و اون رازی که به اون 2 نفر دیگه یاد میده در واقع میشه همین باشگاه 5 صبحی‌ها. اون میگه که صبح‌ها قبل از این که دنیا بهت حمله کنه تو به دنیا حمله کن. زمانی که همه خوابن، زمانی که همه چی توی آرامش و سکوت و خاموشیه، تو استارت موفق شدن و نقشه کشیدن برای آیندت رو بزن. نذار یه تایمی از خواب بیدار شی تازه بخوای بری سر گوشی، بخوای با میلیون‌ها پیام و تماس و ایمیل و اسکرول کردن اینستاگرام دنیاتو شروع بکنی، روزت رو شروع بکنی و خراب کنی کل اون روز رو. نه. دومین چیزی که توی این کتاب خیلی من رو جذب خودش کرد، یک فرمولی بود که در واقع توی این کتاب من یادش گرفتم. فرمول 20-20-20 که در واقع شاهکار کتاب باشگاه 5 صبحی‌ها به نظر من این فرموله. رابین شارما میاد یه فرمولی معرفی میکنه و میگه که 60 دقیقه اول روزت رو بیا اینطوری بساز. 20-20-20 یعنی 3 تا 20 دقیقه طلایی که جمعاً میشه 60 دقیقه و 1 ساعت اول روزت رو از زمانی که چشمات رو باز میکنی و بیدار میشی میتونه بسازه. گزینه اولش اینه که در واقع اون 20 دقیقه اولش اینه که 20 دقیقه حرکت داشته باشی. ورزش بکنی. صبح باید ضربان قلب تو بره بالا. ورزش کنی، یوگا انجام بدی، بدوی یا حتی اگر دوست داری جلوی آینه برقصی. فقط اینکه تحرک داشته باشی، حرکت داشته باشی.
روزت رو بدون انرژی و توی رخت خواب موندن برای نیم ساعت 40 دقیقه توی گوشی نگاه کردن شروع نکنی. بیدار که شدی بلند شی و شروع کنی 20 دقیقه تحرک داشته باشی. این کار باعث چی میشه؟ این کار باعث میشه که اندورفین توی بدنت آزاد بشه. وقتی اندورفین توی بدنت آزاد میشه، انرژیت میره بالا. وقتی که انرژیت میره بالا، تازه مغزت شروع میکنه به کار کردن، یعنی در واقع آماده کار کردن میشه برای اینکه بتونه بهت ایده بده، برای اینکه بتونه بهت راه حل بده، برای اینکه بتونه آینده‌ش رو بسازه. گزینه دوم و در واقع 20 دقیقه دوم 20 دقیقه‌ای هست که اختصاصش میدی به یادگیری. یعنی چی؟ یعنی یه مثال بخوام برات بزنم، مثل تغذیه ذهنی میمونه. مثل وقتی که داری کتاب میخونی، مثل وقتی که داری پادکست گوش میدی یا داری یک مهارت جدید رو یاد میگیری. این 20 دقیقه یادگیری باعث میشه که هر روز بتونی یک نسخه جدیدتر از خودت بسازی. چرا؟ چون دائما انگار رو به آپدیتی. انگار هر روز داری مهارت‌ها، توانایی‌هات رو ارتقا میدی و سعی می‌کنی که توانایی‌ها و مهارت‌های جدید رو هم حتی اضافه بکنی. مثلا شما الان به 4 تا زبان زنده دنیا مسلطی، شروع می‌کنی به یادگیری زبان پنجم. یا اینکه مثلا یه موضوعی رو داری راجبش پادکست گوش میدی، اون موضوع رو اینقدر در موردش تحقیق کردی، پادکست‌های مختلف گوش دادی، مقاله‌های مختلف خوندی، کتاب‌های مختلف خوندی که یه عالمه اطلاعات مفید ازش به دست آوردی که شاید هیچ‌کس اونها رو نداشته باشه. بعد که تموم شد شروع می‌کنی به یادگیری یه چیز دیگه، یه موضوع دیگه رو پیدا می‌کنی. گزینه سوم که در واقع 20 دقیقه سوم و پایانی هست برای اون 1 ساعت، 20 دقیقه تفکره. سکوت و برنامه‌ریزی کردن رو بهت یاد میده که در واقع یه ذره به حالت آرامش برسی بعد از اون تحرک کردنه، بعد از اون زمانی که گذاشتی برای یادگیری، حالا یکم سکوت کنی، یکم آرامش خودت رو به دست بیاری و بتونی برنامه‌ریزی بکنی برای کل اون روزت. ژورنال‌نویسی میتونی بکنی، میتونی مدیتیشن بکنی، میتونی شکرگزاری اول صبحت رو انجام بدی، میتونی روتین صبحت رو در واقع اینجوری شروع بکنی و بیا یه برنامه‌ریزی بکنی براش و تصمیم بگیر که کل اون روزت رو میخوای چطوری بگذرونی، چه پلنی داری، میخوای فلان ساعت چه کاری انجام بدی. اینجا جاییه که میاد ذهن تو رو آروم میکنه و روی مهمترین چیزای زندگیت تمرکز میکنی. یعنی اینجوری سردرگم نیستی که وای من الان چیکار کنم، من الان از خواب بیدار شدم هیچ کاری ندارم بکنم پس برم سرمو بکنم تو گوشی و چیزای خیلی پیش پا افتاده که در واقع وقت و انرژی ما رو فقط در طول روز دارن ازمون میگیرن. اما وقتی که اون 20 دقیقه پایانی رو گذاشتی و تفکر کردی و برنامه‌ریزی کردی که من میخوام روزم رو چطوری مدیریت بکنم، پس همون جوری پیش میره بدون شک. فکر کن فقط 1 ساعت، اما همین 1 ساعت میاد سرنوشت کل روز تو رو تغییر میده. همین 1 ساعتی که دنیا توی خاموشی و سکوته و خیلی اصلا توی خواب خوشن، اما تو بیدار شدی، تحرکتو کردی، یادگیریتو انجام دادی و برنامه‌ریزی و تفکرت رو انجام دادی برای پایان روزت که میخوای در واقع تا پایان اون روز چه کارایی رو انجام بدی. این 1 ساعت سرنوشت روز تو رو تغییر میده. این 1 ساعت باعث این میشه که تو تفاوت داشته باشی با اون شخصی که تا ساعت 8 و 9 صبح میخوابه، تازه با زور کلی آلارم و اسنوز از خواب بیدار میشه، تا چشمش رو باز میکنه میره سراغ گوشی، میره سراغ پیام و تماس و ایمیل و اینستاگرام و چیزای غیر ضروری دیگه. حالا شاید یه سوالی برات پیش اومده باشه و بپرسی که اصلا چرا دقیقاً 5 صبح؟ چرا 4 صبح نه؟ چرا 6 صبح نه؟ چرا 5 صبح؟ اینجا نکته علمی قضیه میاد وسط که رابین شارما میگه که معمولاً بین ساعت 4:30 صبح تا 6:30 صبح سطح کورتیزول یا همون هورمون استرس پایینه. از اون طرف هورمون دوپامین و سروتونین سطحشون میره بالا. یعنی چی؟ یعنی تو هم انرژی داری، هم آرامش داری. هم هورمون استرست پایینه و هم سطح دوپامین و سروتونینت که میره بالاتر، انرژیت هم میره بالاتر.
این زمان در واقع همین 4:30 صبح تا 6:30 صبح، این زمان در واقع ساعت جادویی مغزه. یه جوری میشه گفتش که توی این ساعت‌ها ذهنت مثل یک برگه سفید میمونه که آماده طراحی رویاهاته. یعنی این تایم زمانیه که همزمان هم آرامش کافی داری، هم انرژی خیلی خوبی داری و در واقع شبت رو به پایان رسوندی، خوابیدی و الان وارد روز جدید شدی. پس انگار که یک صفحه سفید دفتر رو باز کردی و میخوای از اول شروع بکنی به نوشتنت و طراحیش بکنی که چطور میخوای اون روز رو پیش ببری، برنامه‌ریزی بکنی براش. به خاطر همینه که 5 صبح زمان طلاییه که بخوای اون 3 تا 20 دقیقه رو انجام بدی، اون 3 تا 20 دقیقه رو وقت بگذاری و بعد از اون 1 ساعت شروع بکنی به شروع کردن روزت و در واقع اون پلنایی که توی اون برنامه روزانه‌ات نوشتی شد. مطمئناً الان که راجع به این قضیه یاد گرفتی دوست داری که امتحانش بکنی، اما خب یه سختی که الان توی ذهنت برات ایجاد شده به عنوان یک چالش اینه که میگی 5 صبح بیدار شدن خیلی برای من سخته. خیلی الان با خودشون میگن 5 صبح وای من اصلا نمیتونم، نه بابا من اصلا آدم شب زنده داریم، من آدمی نیستم که صبح زود بتونم از خواب بیدار شم. اما جالبه بدونی که رابین شارما میگه همه آدما میتونن خودشون رو با این قضیه تنظیم کنن. اما باید سعی بکنن که یک مدتی رو تحمل بکنن. اگر 1 ماه به صورت مداوم این کار رو انجام بدن، ساعت بیولوژیک بدنشون ناخودآگاه تغییر میکنه و عادت میکنه به اینکه همیشه 5 صبح از خواب بیدار باشن و حتی شاید دیگه اون موقع احتیاج به آلارم گذاشتن هم نداشته باشن و خیلی راحت خودکار بدنشون سر اون ساعت بیدار میشه، مغزشون بیدار میشه و فرمان اینو میده که چشمات رو باز کن، ساعت 5 صبح پاشو به روزت برس. به قول خودش میگه سختی اول راه قیمت ورودت به جمع بزرگانه. یعنی باید اون سختیه رو بکشی تا بتونی راه پیدا بکنی به اون مسیر ارزشمند. میگن هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. اون سختی اول راه رو تجربه میکنی و بعدش میافتی دیگه تو سرازیری لذت بردن و شیرین شدن زندگیت و درست پیش رفتن برنامه‌هات، پلن‌هات و در واقع محقق شدن همه اون رویاهات. اونجاست که میبینی من چقدر در طول روز دارم انرژی میذارم و چقدر دارم کارامو بهتر پیش میبرم و تازه لذت میبری از اینکه چجوری داری روزت رو میگذرونی، لذت میبری از اینکه چجوری داری شخصیت خودت رو ارتقا میدی، لذت میبری از اینکه چجوری داری مهارت‌های جدید یاد میگیری و اونجاست که تازه به خودت میای و میگی که من چه اشتباهی میکردم که تا الان تا ساعت 7 تا 8 صبح، 9 صبح، 12 ظهر میخوابیدم و این لذت رو از خودم میگرفتم، این موفقیت رو از خودم میگرفتم. اگر بخوام الان برات یک مثال واقعی بزنم که شاید یکم این قضیه برات ملموس‌تر بشه، چشمات رو ببند و این داستانی که میگم رو در واقع پیش خودت تصور کن، توی ذهنت مجسم بکن. فرض بکن که 2 نفر آدم داریم. نفر اولشون ساعت 7:30 8 صبح با زور کلی آلارم و اسنوز شدن و هی تکرار شدن این آلارم‌ها از خواب بیدار میشه. با استرس و عجله و حرص و سردرد از خواب بیدار میشه. اولین کاری که میکنه چشماشو که باز میکنه گوشیشو بر میداره، میره توی اینستاگرام غرق میشه، میره توی ایمیل و پیامهاش غرق میشه، شروع میکنه به تماس گرفتن اول صبح که اصلا اون لحظه اونقدر صداش گرفته است و اونقدر خمار خوابه که اصلا نمیدونه داره به طرف مقابلش چی میگه، ولی انگار شده عادتش و شروع میکنه تا حدوداً 1 ساعت 2 ساعت بعد از اینکه چشماش باز شده توی تخت به حالت دراز کش با گوشیش ور میره. خب این چیه؟ این دقیقاً اومده روزش رو از همون اول به هم ریخته، یعنی همون 1 ساعت طلایی رو خراب کرده. اون 1 ساعت طلایی که خراب شده باعث شده که بقیه کل روزش رو هم خراب بکنه. اما الان نفر دوم رو توی ذهنت تجسم کن. نفر دوم ساعت 5 صبح از خواب بیدار شده. خیلی با انرژی خوبی از خواب بیدار شده، خیلی آرامش داره.
تونسته 20 دقیقه تحرکش رو انجام بده، ورزش کرده، 20 دقیقه یادگیریش رو انجام داده، یک فصل کتاب خونده، ژورنال‌نویسی کرده، شکرگزاری اول صبحش رو انجام داده. و بعد از اون وقتی ساعت 8 شد، انگار که 3 ساعت از دنیا جلوتره. به خاطر اینکه اون 1 ساعت طلایی رو داشته، به خاطر اینکه تحرکش رو داشته، زمان یادگیریش رو داشته و زمان تفکر و برنامه‌ریزی برای کل روزش رو هم داشته. حالا وقتی شده ساعت 8 صبح، 3 ساعت انگار از کل دنیا جلوتره. حالا که این 2 نفر رو الان تو ذهنت مجسم کردی، ازت میپرسم که به نظرت احتمال موفق شدن کدوم یکی از اینا بیشتره؟ اونی که 7:30 8 صبح با زور کلی آلارم از خواب بیدار میشه و 1 ساعت 2 ساعت توی جا به گوشیش برمیره، یا اونی که تونسته 5 صبح با انرژی و آرامش از خواب بیدار شه و 3 ساعت از دنیا جلوتر بشه؟ 100% نفر دوم. اگر تا الان محتوا رو خیلی خوب و دقیق گوش داده باشید و ذهنتون یکم درگیر این چالش شده باشه، قطعاً متوجه شدید که باشگاه 5 صبحی ها فقط درباره زود بیدار شدن صحبت نمی‌کنه. باشگاه 5 صبحی ها درباره اینه که اولویت اول زندگیت خودت باشی. قبل از اینکه دنیا ازت انرژی بگیره، تو به خودت انرژی بدی. قبل از اینکه چشمات رو باز بکنی و غرق یک عالمه پیام و ایمیل و تماس و دوست و آشنا و چیزای به هم ریخته بشی که تو رو اصلا از زندگی دور میکنن و کل روزت رو خراب میکنن، بیا 1 ساعت اول صبح که دنیا توی سکوت و خاموشیه، برای خودت وقت بگذاری و به خودت انرژی بدی تا بتونی تا پایان روزت رو حرفه‌ای پیش ببری. رابین شارما میگه شیوهی که صبح‌ها شروع می‌کنی کیفیت کل زندگی تو رو تعیین می‌کنه. این رو من خودم امتحان کردم و بهت قول میدم که اگر بتونی 1 ماه، فقط 1 ماه، 30 روز بهش پایبند باشی، چنان زندگیت رو تغییر میده که خودت تعجب میکنی که چطور این همه سال، این همه وقت میتونستی این راه رو پیش بگیری، اما این موفقیت رو از خودت گرفته بودی. اما خب قدیمی ها میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. پس هیچ موقع برای شروع کردن دیر نیست. امتحانش کن. 100% جواب میده. اصلا شبیه یه چالش انجامش میدیم. یه چالشی بهتون میدم. امشب سعی بکنید که زودتر بخوابید. فردا 5:30 صبح یا حتی 6 صبح بیدار بشید. یه کاغذ سفید بردارید. 20 دقیقه سعی بکنید که یک ورزش سبک رو انجام بدید. مثل یوگا، مثل پیلاتس یا هر ورزش دیگه. حتی اگر دوست دارید جلوی آینه برقصید. بعد یه فصل کتاب بخونید. کتابی که دوست دارید. میتونه همین کتاب باشگاه 5 صبحی ها باشه. میتونه کتاب اصل گرایی باشه. میتونه کتاب اثر مرکب باشه. یا هر کتاب دیگه‌ای که دوست دارید. میتونه اصلا رمان باشه. بعدش هم بیاد 5 خط ژورنال نویسی کنید. اگر دوست داشتید شکرگزاری اول صبحتون رو هم انجام بدید. اگر بلد نیستید چطوری ژورنال نویسی و شکرگزاری بکنید، حتما به اپیزود پادکست ژورنال نویسی و شکرگزاری توی فصل اول گوش بدید. ببینید که حستون تا شب چقدر فرق میکنه. بهت قول میدم که غافلگیر میشی. 100% بهت قول میدم که پایان روز از نتیجه واقعا غافلگیر میشی. به نظر من باشگاه 5 صبحی ها یه فلسفه است که 3 تا نکته خیلی مهم توش داره. اولین نکته میگه که سعی بکن کنترل روزت رو خودت به دستت بگیر. دومین نکته میگه که سعی بکن اولین ساعت روزت رو به بهترین خودت اختصاص بدی. نکته سوم میگه که بذار هر روزت مثل یک پیروزی کوچیک شروع بشه. قدم به قدم تا موفقیت. خیلی ممنونم که تا انتهای اپیزود 3 با کتاب باشگاه 5 صبحی ها همراه من بودید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و شاید تشویق شده باشید که اصل کتاب رو مطالعه بکنید. اگر چالشی که داخل اپیزود توضیح دادم رو اجرا کردی، حتما تجربت رو برام بنویس و یادت باشه که تغییرای بزرگ از همین قدمای کوچیک شروع میشن. امیدوارم که خوشت اومده باشه از این اپیزود و ما رو به دوستات معرفی بکنی و توی چنل یوتیوب، چنل تلگرام و کانال اینستاگراممون به آیدی @موتیواشو همراهمون باشی. اپیزود بعدی یک کتاب فوق‌العاده دیگه است که الان نمیخوام لو بدم، ولی قول میدم که کلی ازش انرژی میگیری.
به جرئت میتونم بگم یکی از خاص‌ترین و الهام بخش‌ترین کتاب‌های دنیا توی زمینه رشد فردیه. پس منتظر باشید.